سایت فروشگاهی تو امروز زدی و نمیدونی که چه صفحاتی رو باید تو سایتت بسازی تا فروشت رو زودتر شروع بکنی. شاید هم سایت تو خیلی وقت زدی و فروشت افزایش پیدا نمیکنه، همش داری به تورو و ایمالز پول میدی که فروشت بیشتر بشه ولی فروشت بیشتر نمیشه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که کیورد ها و عبارت ها و صفحاتی رو پیدا بکنی که زودتر توی سایتت بسازی و فروشت سریعتر انجام بشه. چیکار باید بکنی؟ میای وارد چت جی پی تی میشی، این کاری که من میگم رو انجام میدی. وارد چت جی پی تی میشی، مستر پرامپت تحقیق کلمات کلیدی رو انتخاب میکنی که باز بشه. بهش میگی که آقا موضوع سایت من آماده است، بیا تحقیق کلمات کلیدی رو شروع بکنیم. 4 سوال ازت میپرسه: موضوع سایتت، مخاطب هدفت، خدمات و دسته‌بندیات و هدف سئو توی این پروژه. به این 4 سوال جواب میدی. اومدم گفتم که سایت من برای فروش ماگ هستش، هر چیزی که دوست داری رو اینجا میتونی بنویسی. اومدم گفتم که انواع ماگا رو میتونم با عکسی که کاربر میخواد تولید کنم، یه تعداد زیادی هم ماگ چاپ شده با موضوعات مختلف دارم. مخاطب هدفم اکثرا نسل زدن که کارمندن یا خونه پشت کامپیوتر دارن کار میکنن و میخوان یه ماگ شخصی سازی شده داشته باشن. اومدم گفتم بهش که آقا خدمات من فقط و فقط ماگه، هیچ چیزی به جز ماگ نمیفروشم. گفتش هدف سئو چیه؟ گفتم هدف سئو اینه که میخوام فروشم افزایش پیدا بکنه. یه اینتر میزنم، میاد بر اساس این چیزهایی که من بهش دادم کیورد های مناسب من رو بهم میده، ولی فقط کیورد رو به من نمیده، نوع صفحه و سختی کار هر صفحه رو هم بهم داره میده. داره میگه که آقا صفحه خرید ماگ شخصی سازی شده رو به صورت لندینگ بساز، سختیش متوسطه. بیا ماگ سفارشی ارزان رو یه لندینگ بساز، سختیش کمه. ماگ مخصوص محل کار یه لندینگ بساز، سختیش کمه. و همینطوری کیوردهای دیگه، کیوردهای کم رقابت رو واسم مشخص کرده، اطلاعاتی که باید بلاگ بشن رو مشخص کرده، اومده خوشه بندی کرده، خوشه یک ماگ شخصی سازی شده، ماگ هدیه، ماگ مخصوص محیط کار. یه تحلیلی کرده کیوردهایی که رقبا معمولا کار نمیکنن، بهترین لانگ تیل ها و شکاف محتوای بازار رو هم واسم در آورده و یه برنامه اولویت انتشار رو هم مشخص کرده. دیگه من به این کار سئو نمیگم، این کار استراتژی رشده. برای اینکه استراتژی رشد رو یاد بگیری باید یه کاری رو با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام بدی که فقط هوش مصنوعی میتونه بهت کمک بکنه این کارو بکنی. ما 2 مستر پرامپت داریم: مستر پرامپت تحقیق کلمات کلیدی و مستر پرامپت تحلیل رقبا. من این 2 مستر پرامپت رو به همراه آموزش کامل استفاده ازشون و اینکه چطوری ما بتونیم نقشه راه سئومون رو با هوش مصنوعی درست بکنیم و بدونیم چه کاری برای سایتمون انجام بدیم رو توی یک دوره جمع آوری کردم و شما میتونید این دوره رو ببینید، یاد بگیرید، سوالات رو از من بپرسین و خودتون سایتتون رو تا جایی که میتونین رشد بدین. برای اینکه این کار رو یاد بگیریم و لینک این دوره رو داشته باشین، کافیه کلمه رشد رو واسه هم کامنت کنید.